الحمد لله وحده و الصلاة و السلام علی نبی بعده. اما بعد، امروز از درس عقیده من و شما هست، درس های توحیدی است و امروز در بیان فایده های درس عقیده دانستن توحید به شما سخن بیان میکنیم انشاءالله. در این بابت چند نکته را میخواهم بنده بیان کنم که انسانی که امروز درس عقیده را میآموزد یا گوش میکند و عقیده خود را طبق اهل سنت و جماعت یاد میگیرد، با او انسان چی فایده های از جانب الله هسته و شما بیان میکنیم. یکم این که انسانی که عقیده را درست یاد میگیرد و میفهمد و عمل میکند، الله متعال او را دوست میدارد، او محبوب الله میگردد. نظر کنیم به سوره آل عمران آیه 31. الله مهربان چی زیبا میفرماید در این آیه مبارکه: استعیذ بالله قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لكم ذنوبکم والله غفور رحیم. وقتی نصرانی‌ها نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن دعوای از دوستی الله کردن، الله متعال این آیه مبارکه را بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد. گفت ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو با آنها این کنتم تحبون الله، اگر شما دعوا میکنید که الله را دوست می‌داریم، فتبعونی، اطاعت از ما کنید. یعنی که وقتی که اونها دعوا میکنن که الله را دوست می‌داریم، اطاعت از تو کنن، از شریعت تو کنن ای رسول الله. یحببکم الله، الله با اونها را دوست می‌دارد. و یغفر لكم ذنوبکم، و الله اونها را مغفرت میکنه گناهاشون. و الله غفور رحیم، و الله بخشنده و بسیار مهربان است. در این آیت اگر من شما نظر کنیم، الله صراحتا دوستی خودش را به اطاعت پیامبر میگوید. یعنی همون انسان همون شریعت به ما کی ورده است؟ پیامبر ورده است. یعنی ما عقیده را از چی میگیریم؟ از قرآن، از سنت پیغمبر میگیریم. یکم چیزی که انسان درس عقیده گوش میکند و میآموزد و عمل میکند، یکم فایده به او میرسد از جانب الله متعال، او محبوب الله میگردد. امروز یک مخلوق اگر من شما را دوست بدارد و من شما کمک کند، یکم ثروتمند باشد یا یکم بگیم که وظیفه دار باشد، چقدر ما خود ما خوشبخت حس میکنیم، در حالی که الله که زمین و آسمان آفریده است همه در ید قدرت اوست، بنده را دوست میدارد که او بنده چی باشد؟ عقیدهش عقیده اهل سنت و جماعت باشد. و همچنان دیگر این که انسانی که دین فایده درس عقیده این است به انسان که انسانی که عقیده را می آموزد از پیش خود هر گپی نمیگوید. در این بابت از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در شرح عقیده طحاوی میاره که همچون در جلال العیین صفحه 368 هم میارد، میگه ان ابی حنیفه رحمه الله، امام ابو حنیفه گفته است که لا ينبغي لاحد ان ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه. میگه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که انسان نمیتوند در بیان اسما و صفات الله متعال سخن به میان بیارد، یعنی سخن کند، بل یصفه، بلکه وصف میکند اما الله متعال بما وصف به نفسه، با آنچه که الله متعال نفس خودش را وصف کرده است. یعنی امام ابو حنیفه در شرح عقیده طحاوی میگوید که انسان نمیتوند که در اسما و صفات الله متعال در مسائل های عقیدوی سخن بکند مگر در حالتی که او انسان طور وصف میکند الله متعال که الله خودش را نفس خودش را چکو که وصف کرد. یعنی همین انسان را که دین فایده عقیده همین است که انسان اگر عقیده را بآموزد، بگوش کند، بفهمد، طور در ذات الله گپ میزند که الله متعال الله خودش در قرآن یا پیامبر در حدیث او را چکو کرده است؟ بیان کرده است. و سوم فایده درس عقیده این است که ما حدیثی داریم از انس ابن مالک رضی الله عنه است، اگر اشتباه نکنم در بخاری و مسلم رحمت الله علیه این حدیث میگذرد حلاوت ایمان در سه چیز است. میگه یکم دوست داشتن الله و پیامبر در زینه اول، یعنی حلاوت ایمان انسان در سه عمل میچشه. یکم الله و پیغمبر را در زینه اول
دوست داشتن. انمو انسان هم چی عمل داشته باشه که الله و پیغمبر در زینه اول دوست می‌داره. یعنی اول اینکه عقیده درست داشته باشه. عقیده درست داشته باشی، الله و پیغمبر اول حکمشون در جای اول می‌بینی. یعنی اول کار دنیایی را نه، بلکه حکم الله را در زینه اول می‌مونی، بعداً حلاوت ایمان هم می‌چشی. اما حلاوت ایمان هم چشیدن از چی است؟ از عقیده را گوش کردن و خواندن و تعلیم گرفتن. و چهارم فایده درس عقیده گوش کردن عمل کردن این است که غیر الله از دیگر مخلوقات ترس هراس نداری. اون ترسی را که از الله داری از یگان مخلوقات ترس نداری. اگر شما در قرآن نظر کنید، الله متعال میگه که میگه نترسی از این مخلوقایی که به شما دهشت میارن، شما را تهدید میکنن، اینها نترسی. و خوفونی، ایمن بترسی. الله متعال میگه این کنتم مؤمنین، اگر شما باشید مؤمن، یعنی شما مؤمن حقیقی باشه، الله میگه از من بترسی، از این مخلوقات نترسی. اما انسان هم که عقیده درست دارد، موحد حقیقی است، غیر الله از کسی نمیترسه. امروز برای چی با از یک آدم بدین، یک آدم کافری که کمتر تهدید میکنه هراس میکنید؟ به خاطر که تا حال عقیده را به پرگی خود نکرده. چهارم فایده عقیده این است که چی می‌نیم؟ غیر الله از کسی هراس و ترس نداره. و پنجم فایده عقیده این است که او انسانی که عقیده می‌آموزه، اون انسان مستجاب الدعا است. یعنی دعا میکنه در حق هر مسلمان‌هایی که دعا کنه، دعاش قبول میشه، به خاطر که اون انسان عقیدهش درست است. و ششم فایده درس عقیده این است که او انسان همه عملاش خالصانه از برای الله میکنه. یعنی که نماز میخونه، روزه میگیره، حج میکنه، زکات میده، جهاد در راه الله میکنه، احترام پدر و مادر میکنه، همه عملاش خالصانه از برای الله میکنه. انسان‌هایی که امروز ریاکاری میکنن، این انسان‌هایی هستن که عقیده درست ندارن. یعنی خیر سخاوت هر چیزی که کردن به خاطر که مردم بینن، نه به خاطر الله نمیکنن. اما انسانی که عقیده درست داره، او انسان همه عملاش چی میکنه؟ خالصانه از برای الله متعال میکنه. این بود یک مختصرا در بیان فایده های درس عقیده و گوش کردن و تعلیم گرفتن که این درس بسیار درس کلان است، که بنده میخواهم در همینجا سخن خود را به پایان برسانم. انشاءالله که برای انسان با عقل یک نقطه بس است، اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است. شیخ سعدی میگه الله متعال من شما را تا درس های دیگر در امان خود نگهبان باشد.